همراه شوید. صدایی برای آگاهی و اندیشه. پخش هفتگی هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 زمستان به وقت ایران روی موج کوتاه یا SW 15540 کیلوهرتز باند 19 متر یا زنده از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/RZD1357 یا با جستجو در تلگرام به فارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید. پنجره نجات ایران محدود است و اگر از دست برود شاید دیگر هرگز گشوده نشود. اکنون زمان گسترش گروه‌های کوچک مبارزه و آماده شدن برای نبرد آخر است. ملت‌ها زمانی بزرگ می‌شوند که سرنوشت خود را با دستان خویش رقم بزنند، نه اینکه دیگران برایشان تصمیم بگیرند. همین الان در این چند روز گذشته من از نزدیک تظاهرات و راهپیمایی شما را دنبال کردم، به خصوص امروز در بازار تهران. علیرغم سرکوب نظام ایستادگی شما ستودنی است و قطعا توجه کردید که ازدحام جمعیت باعث میشه که نیروها پس بروند و امکان ریزش رو به سمت شما بیشتر میکنه. بنابراین مهم استش که این انضباط و گستردگی را حفظ بکنید. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم و از شما دعوت میکنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید. در نتیجه بازخورد این حرکت‌ها من فراخوان‌های بعدی رو به شما اعلام خواهم کرد. با آوابر یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید. زنی هست از پشت شاهان ما که ایران زمین یابد از او بقا. پدر در پدر باشد از خسروان، نگینید در حلقه رهروان. خردمند زیبا و رخشان چنون، همی رای دشمن از او باد دور. شود چارمین شاه از پهلوی که از این داستانی سر نشنوی. همیهنان وقتی ملت ایران با شعار شوم مرد بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرافراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چو زین بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهی. با آوابر یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید. شنوندگان گرامی آوابر یا رادیو زمان بیداری، با توجه به اهمیت بسیار بالای نکاتی که در این برنامه مطرح خواهد شد، نکاتی که دانستن آنها برای همه ما ایرانیان ضروری است و چون هدف ما این است که بتوانیم مسیر مبارزات خود را آگاهانه تر، منسجمتر و خردمندانه تر به ویژه در خارج از کشور دنبال کنیم، به خصوص در بخش‌هایی که مستقیما با افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی در ارتباط است و از آنجا که این موضوع نیازمند توضیح دقیق، بررسی جزئیات و روشنسازی برخی برداشت‌های نادرست نشود، امکان پرداختن به همه مطالب در قالب یک برنامه وجود نداشت. به همین دلیل برای آنکه شما شنوندگان گرامی
بتوانید این بحث را با دقت و حوصله بیشتری دنبال